غم نخور یاریم هوا بیتر بشه، باران باران زمین آتر بشه. غم نخور یاریم هوا بیتر بشه، دانای باران بباری بارونتر، و گل زلف یار پر پر بشه. مادام مفتاح خوندن شروع کرده به گیله. بده کلاس کلا بده. میتره شیطان میگه میتره میتره ضعیفه که میتره نرم میشه. اونی که رفاق قصر از این که میتره که دو پلکت مثل مخ بری پلکت زنه. کچره به چی داری؟ تو مردم رو بیمیدم این سلام اینی علیه گیله بده که ایفه گیله. امیت ممتاز ساعت میذاره که بولتای عباس کلت بیریشه. تو سال 12 دام دون داری با مخالف کتابه و دستتونه. کی نمیخونه که خیلی عقل بیداشه؟ کوچیک حرف عروسیه. کم هر دام دون خوندن میشه. سوارش پس سوارش اصلا میمونه به تو. سوارش پس سوارش نه ولی تو نسبت کنه به این دام دون نه. تو بخاطر این کتابه حساب صفر دست داری دل جمع باش. بله کلاس کلا. بخاطر موافق حساب صفر دست دی. بله کلاس کلا بده. کجا میری؟ میام زو بله. بعد گنده خوب نه کلاس کلا بده. گنده رای میکنی. خدای تو که بالا سکر میشینی خوب رای میکنی. عباس برادر مثل تو به خپل مغرور شدی به کسایی. چرا مغرور؟ به خاطر ازی که گنده ای میکنی سکیله. ایتی می. این شاخ سکیله. این گل کتای سکیله باقا بالا میکنی. این بر دو بر بعد میزنی به. پانیه بده کلاس سکیله بده. دیگه پانیه بده. مغرور نباش بخو مغرور نباش. مغرور نباش یعنی چی مغرور؟ یعنی چی؟ اشته یعنی چی؟ سکیله داره مغرور نباش سکیله. دیگه کس سکیله داره. داره بابا دیگه. بچه من کس تیاره سواره میتونه مغرور بابا شما تیاره سوار باشم میتونه کنم. حالا تو بیا یه من دیگه گپام مغروری میزنی. خب برو دیگه بس هر چی دیدی از خوش بدید. عباس برای تو بدیدی امروز صبح گفتم عباس برای نکنی کار نرو تو هرچی میگم هیچی به هیچی دست تو انیت سر تو هیت شد سکر سکو چی حال شده با بیلا بازم خدایا دم هزار با شکر کرد تو دست تو هیت شد سر تو هیت شد خدای نکرده اگر چی بگم خدا نشون نده به هیچ انسانه غرور کرده بیدی غرور دیشتی برارم درسته؟ کی نمازر صدا خدا کنه که بس نمزاد تو خبر نشه آقا نمزاد تو اگه خبر شه دل میتره اشتباهی کردم برف خود کلون خونه کردم اینم آقا بعد بابا شعباز اشته شده ای بابا برای گب نگدن یا پست دست بشکسته پای شنیدی با جو خدا بد نده سپا باشه اشته شدی آره میتونی بخی بشی خود سرور خود قبضه
ابو شیشته دیاری سبک برای گم نگره حال بیتر سبک قرار گیلا قرار بسم الله الرحمن الرحیم قرار خوش به سیلوم خطا نخوره بسم الله الرحمن الرحیم ای بابا میگه هر جا سنگیه پالنگیه با تو سکو با کجا بود که ای با سکل سکر کنه ایلک وزیر سر بگذار سخت من خدا کن ابا سکو دوما ما به توی هر چیزی میگون دوستانه برادرانه همین چند وقت بشوده بود که تو خیلی غرور پیدا کردی تو همین سکل هم که بخریدی بیخی نمیگفتی که تو برو زمین را میری میگفتی اول برو آسمون را میری چی میگی؟ میره دیگه من را خسواریم باری بعد بخوره هرچی گفتی بیتیاد کوش کو خود خوب سرکاتی نرو هر آخر آقابت نمیشونه بازم شکر که دست و سر شکسته اگه خدای نکرده این روزگاه خدای نکرده خدا روز نیاره به انسانه زرمی تا بزیر موتر چیزی دیگه میره که چه کار میکنی؟ تا عاقبت سختنی میدی تا قاف قیامت سختنی میدی عباس بگو ما خود تو دمزاد تو خبر نداره ولی هیچی نگفتی تو خبرشه چه کار چی نگی دل متر لیلا چی بیزاری لیلا نگیش کنی نه تیری میگم به لیلا نگی نه نگی چی خوبه به لیلا در این چی گفتنی داری نگی اگر دمیم زنگ میزنه خوب گوشی جواب دیدی تا میخوره چی بگی بگو مونده یا کار میکردم یکم شوجمه فکر می شوجمه کی میای به جای شما مثلا بگو نه چیزه بگو برفته عباس بچون به کجا رفته به کجا فهمیدی؟ بگی سکو عباسو مقصد امیر به تو میگم غرور نکن توبه کن نصیب و قسمت هم این بوده دیگه بابا نصیب و قسمت گفته برو خود خوب نباچا همین نصیب و قسمته میگه احتیاط شرطه تو برارم احتیاط نمی کنی تو به سکل سوار میشی نمیفهمی اون اشته ای کنی اشته کنه مثل شما که دست هر روز به دست منی که آیسته آیسته بار میگه خب حال دیوارا خب میرفتم حالا دسته شده بود شده دیگه خب من میگم خود خوش کو برارم خیره گلم خیره غم نخور جوش نزن خیره برای نگم نگردی من میگم ده تا برور کنه دارم یک عباسیه خدا به پی خیر ما بود که به خیر گذشت الهی شکر عباسو اگه دکتر دعایی میری که تو رو ببره نه بگو نه یک قربونه خب اگه میرفتی زنگ خوب براجو با میانی تو رو باید میداره میبری لیلا خبر نشه یه بابا چیدی؟ این هم عباسو خود خون بیره دونی دوش نکسته بود خیر بینی براجو حلما و شمایی که پانیه برارمه خیلی نه بسته چاشتی زنده بشی بسته خود خوش کنی گی لک پرد گریزایی بگیریم با نخوری چیزی از اون پیش خوب بخوره خربزه و تلوشی زیاد بخورم تو سیکو تو آدم ها تو خربزه و تلوشی بخوره این کلوکی بانجونسی ها و تلوشی و خربزه نخوره بود و فیران خدا فی بخوالی من سلام بگی لیلا سلام برسم تا به اشکی آگی با باله بگو جایم نه دیگه که لیلا سلام برسم نه دیگه سلام دیگه اگه بگه لیلا میپرسه که کجا بدی چرا پیش عباس بدی شک و شک میشه نه برو خیر بینی خدا که بجنگی لب کی؟ خالیمه آدم کدی شود دین آمدن خبر از این نداره اونا بیانجا و اونا چی میگی؟ اونا بگن متاثرا بگم ما با بوکس بزنم به پیناکی سه خدا حافظ بیرم خوشم میدی بیله که یه چند بدن خیلیشی ارزیریه باشه می وایم میکنم اینجا وایم که به کسی نکن نه سه به والله خواهیم لازم گیر عباس سیکو جون من همینجی زحمت میکشم اگه قرار باشه هر چیزی بیاره تو بینده با قلق میشته نمیشه بیله این تگه نازی دیگه حالا جا خنده هم هر چی نیست خود اینه کس من زیاد من میده میکنه 9 ساعت از مثل دی بنده با قلق نه ها؟ نه
نه زنیم قسمت چیزی میشه خوردنی بیا و دست خوردنی ازمه آه. خب برو شنیدنی ها چی؟ از تو خب برو شنیدنی ها ازمه ولی آخر نمیخوری؟ میشه ها؟ یا کسی بخوری دیگه نمیخوری؟ سرما درد بکن اوه اینا پیچگری هم داده دیگه پیچگری ها که تصویریم کار کرد چیزی میگه که خلاص شد شاید 6 ساعت بعد خلاص شد نه اه. در رو مقبول باشت بگه من خیلی شد حواست به دم در باشه کسی مسیح دیدن نمیاد با دیدن تو آه خوردنی ها از منه دیگه خود شنیدنی ها آره صحیح حالا غم خوردنی و شمیدنی نیه دیگه خب بزنیم بالشته آیسته ها بسته ساکت مسکشم الله سر کو نفهمیدم چه کار میکنی؟ سر کو بالا کسر تو کسر رو دوباره شکست دادی برسیدم یاله سریع برو سریع من منم بدم درس رو میشینم خوبه میشین قسمت سیم شنیدنی ها خوردنی ها از من طوله است تو بعد بازم رو نگه که بدم نه نمیگم اگه خوام بیدم میگم بیدار نکنید اگه خواب بیدی خوبه خوبه بنده نباسته گلو سلام علیکم یور باشه تیار هستیم خیلیته هسته بخیری شکر الحمدلله شما خوبیم تیار هستیم چی گفته برای غریبیه باش که بیاد یک چرخی پیش تو توری آدم بکردم بیاییم بخیر بیاییم شلیام با دین اومده تو بیشتی بداره بله شنی گلو یاری بخیری سلامتی تیر خوشحالی چی گفته با خیلی باشیم اینجا 5 دقیقه بشینم پیش تو شکر توری الحمدلله یاد کردم خوب به باله بله نفر کینه سفر او یک میگه شیریک خودتو البا بله خوبه دیگه گلو بله اینا جریب چنده بگرفتی یعنی دامان دامن شلی بله خوبه هر روز چند جریب دره میکنی یعنی بدرای میخوری خوبه دیگه یک جریب دره کنی خوبه دیگه 300 ریپه میشه بیشتر میشه دامن 300 ساعت ریپه میشه 2 نفر شما خوبه دیگه بله گلو بله همین شلی ها ما رو میای دره میکنی جان یا نه مثل پارسال به زیر قبل خو میزنی پناه با خدا پناه با خدا حال از کیر گرفتی دیگه از این لالایه ها از این نفر یه میگه 2 نفر حساب درای میکنه 10 لالای درای میکنه یک منو خوبه دیگه گلو جو ساعت تو تیره دیگه خود شلی ها امسال کار میکنی بله میگو امی چند در امی مولر میگفتن دوماد رمضان تکار کرده چی رقم دوماد به عباس تکر کردی و دال شکر بیتر شده اوه ای گلو چی بگم 10 دفعه 100 دفعه به براره بگفتم اصلا براره گیلک هم چه سرقی بزی بگفتم با مادر گفتم خوشو خسور بیره بمی برار خو سکل نخریم شما سکل بکار نیه ای برار شما غرور جوانی به سر از اینه یک دم خور میزنه میکشه به کی بگی من خوشومه ای دوما جو حال بچه ها نادونه بچه ها شیرخوره متر سوارم بچه معکدی بچه میمونه که یک سکل نداشته باشه به دل خو گفتم که شما و به دل خو شاید بگین که امی آدم به خسور بیری خو سکل دوا نداره بس ادان خور نرمنو که دست پا خور بشکستون امال کان چند روز میشه دست خور واکده بازم دست بلا بغله چی بگی از چی بگی من بگی نرسیده برال با شلی گرفته بانه میده درای میکنه نرسیدم یک شکر من بیایم خیر گپی نیه گلو جو از تو کسی گله نمیکنه مگذار باشه که تیار و خوشحال بشی هی دارا قولی که همیشه به سکر چیز میشونی همیشه دولاخ میکرد چی بگی همیشه بخود همیشه گفتی همیشه همیشه دولاخ مثل جد بری میره جد بری میفهم راست میگی بله چه کار کنیم بلکه حاله به خود خونه امال هم به خونه خورده امال هم اغرور جوانی خود تا نماده باز هم اون مغروریت به کله نه خدا خیر پیش کنه چی بگیم تیار باشی گلو جو تو چای بیارم دور باشید میگه چاشت نرید زنده باشی منتها به ما وعده بده که باز شلی ها ما رو اندرف کنیم دیگه کسته بره خوبه کپیه خیر باشی خدا خوبه خدا سلام از اون جلای بگیرد حالا جلای میتونی بگیری خود تیر باید سوار تو خود بزیر مچرا نکنه
باشه جمع گل همجور باشه اشتنی عباس جان، جان اشتنی بخیری. رفیق خوشحالی شکر زنده شفا باشه باشی، اشتنی سلام. حالی سلامت باشی مونده شدیم بیا اینجا چند دقیقه بشینیم کجا بخیر همین تو میره رو بس حرام آه. باسا سیگه پایه غیرتی خوشحالی شکر چه کار دست تو هنو والله بغل تو نول تیار نشده علی یا کوبو شده گاچی وا کردن دیگه تا دست او دراز نمیشه چند دفعه رفیق به تو گفتم سکل نوی خریدی مغرور نشو اغزا بخو ازم پیش ما تیر میشیدی رز داده نمیگفتی اصلا آدم تیز بره مغروره آقا دیگه سکل نوی خاطر خریدی باشه. ما نمیشنختی اصلا بو شد دیگه نصیب قسمت همین میده امیتنه عباس امیتنه آدم که تیز بره بی احتیاطی کنه آخر آن امیتنه و تو چند دفعه گفتیم به تمام که گفتیم عباس نرو تیز یاره چی بگین میبینی یعنی بست مغرور بدی به خود سکل نوی خریدی بدی پیش ما تیر میشدی بالا ما دولاخ میکردی آخر تو امیتنه عباس چند دفعه به تو گفتیم پیش ما تیر میشدی با یاد دنیا چه کار میکردی چه کار میکردم تیر سکل می‌شدی. دارین خو سکلی داری صحیح دیگه بر رقم گفتم میکنه که سکلی ساعت داریم تیر خب. شو نشناسیش گیر اصلا وقت آدم کار داشته باشه یا تو سکل سوال تو کسی هم- میشناسه کارم ندیشته میت تست تیر میشدی کارم دیشتی تست تیر میشدی ما اصلا نفهمیدم تو عباس ما کار ندارن رفیق هم اغزا به تو میگم اغزا مغرور نباش به خود خب هنو تو هنو حادثه هم بکردی باز هم مغرور همیت معلوم میشه بخی برو جمع گل بخی ما گفتم بیا اینجا خودت کم بشین در دل کنیم چند کلمه اختلاط کنیم از این خب ما هم طور تو با ما از نصیحت نکنم مغروریت نیست به من ناجوری خو ما کم گپ شنیدم که از تو هم بشنو خب ما طور نصیحت نکنم ما کار ندارم عباس کم من نصیحت اغزا به کردم. تو گفتم و میگم من نصیحت کردن گوش نکشیدی یعنی آخر تو هم میبینی خود تو مگه بفهمی اون تو وقت هنوز تو. مغرور یعنی من کار ندارم من وقت تو رفتم نمیگیرم برو بخیر من رفتم چای میخوری که برای تو نه خیلی برو برای خدا حافظ خیر باشه نمیگم چند دقیقه بشینم خودی از این اختلاط کنیم ما گپ مغروریت نمیشنم هر کی بیام به دیدن میگه پازد چه کار کردم که به گپ تو یک کاری بکنم من